یک سوالی مودلی کسری است. با سوال یک نگاه کنید. یک کسر 3x minus 2 تقسیم 5 جمعی 5x جمعی 4 تقسیم برابر 12. این سوال رو چیکار میکنیم؟ البته که با ifade چیکار کنیم؟ مخرج های باید برابر کنیم. 5 و 7 با یکم مخرج 7 رو میدیم و با دوم مخرج 5 رو میدیم و بیاین نویسیم مخرج های برابر کرده با چی برابر میشود. وقتی 7 میدیم چی معنی دارد؟ 7 رو با 3x minus 2 ضرب میکنیم و خط کسر و در مخرج ما چه میشود؟ 35 و جمعی چه میشود؟ 5 رو و 5x جمعی 4 ضرب میکنیم و مخرج ما با 35 برابر میشود در اینجا و برابر 12 میشود. اکنون که مخرج ها برابر هستند صورت ها رو ما یک جای میکنیم. وقتی که یک جای میکنیم قوس ها رو هم یک بار کشم چی میشود؟ 7 ضرب 3x یعنی 21x یعنی 7 رو با 3x ضرب زده و با 7 رو با مینوس 2 ضرب میکنیم مینوس 14 جمع 5 رو با 5x 25x جمع 20 و یک کسری درست مخرج عمومی ما با 35 برابر می شود و این برابر 12 می شود. بعد چیکار میکنیم؟ بیاین صورت رو ساده کنیم. 21x جمع 25x این 46x می شود. مینوس 14 جمع 20 این پلوس 6 می شود و با خط کسر مونیم اگر 35 برابر 12. بعد این ضرب رو دومش چیکار میکنیم؟ رنگ دیگر گیرم. وقتی که رنگ دیگر 36 رو 35 رو با 12 ضرب میکنیم. در اینجا برابری و 35 کم شد 35 برابر 12 این رو به این ضرب میکنیم و ifade ما چی میشود؟ 46 x جمع 6 و 35 ضرب 12 این 350 420 میشود 420 و از اینجا مدل کار میکنیم. مدل کمتر رقم های کلان دارد. 6 رو به طرف راست میگیریم و این به چی برابر؟ 414 و x رو چیکار میکنیم؟ برای x رو یافتن 414 تقسیم 46 میکنیم. میبینیم خیلی در دونش 10 تا نیست. اگر 10 تا می بود 46 تا کم یعنی 9 تا است. یعنی اینش ما تقسیم کرده میتونیم. من یک بار جوابش رو نویسم. x برابر 9 میشه و جواب ما 9 میشه.